جمعه. لا تقتلوا نهیه، نکشید. نفس یعنی کسی را که التی یعنی الذی هم یعنی که، کسی که، چیزی که کسی که یا چیزی که، حالا اون چیز چی باشه. حرمه حرام کرد. ببینید حرمه 3 تا حرف به نظر میاد دیگه، ولی که دومیش چی داره؟ تشدید داره. اینی که تشدید داره اگر برداریم فعلش معلوم میشه، حرکاتش مثل سابق میشه حرام کرد. اما اگر این تشدید را که هستش بدونیم که به جاش یه بذاریم، جلوش هم ت بیاریم، اون وقت میفهمیم چه مصدری داره. تحریم کرد. تحریم یعنی چی؟ یعنی حرام کردن. حرام کرد خدا، تحریمش کرد. کی؟ الله فاعل اینه. خداوند او رو حرام کرده. الا یعنی به جز. تو فارسی میگیم همه اومدن الا حسن یا به جز حسن، غیر از حسن. الا یعنی به جز، غیر از، مگر، بالحق، به حق. کسی را نکشید که خدا جانش را، کشتنش را حرام کرده. جانش محترمه، مگر اینکه کشتن او به حق باشه، سزاوار کشتن باشه. خب پس چیه؟ تو جامعه دینی باید قتل وجود نداشته باشه مگر به حق. به حق باشه یعنی چی؟ یعنی خود انسان با اعمال خودش احترام جان خودش از بین برده باشه. آیه 32 سوره مائده. مائده سوره چندم؟ 5. می‌فرماید کتبنا علی بنی اسرائیل، کتبنا بر اونها نوشتیم،